برسه. آخه یعنی چی جو گفتن چه معنی داره؟ چرا معنی نداره؟ چرا معنی نداره؟ جوک هایی که تو میگی الان تو شما ببین شما همین امروز الان که از این کامنتارا که می نویسن یه خانمه گفته من امروز اونقدر ناراحت بودم دلم گرفته بود اینا خیلی ناراحت بودم اومدم تلویزیون رو باز کردم شما بودید این چند تا جوک گفتی خندیدم اونقدر رویم باز تو تلویزیون هم رفتی پس انشالله بسلامت انشالله بسلامت تو تلویزیون هم فیسبوک رو باز کرده ببخشین فالو برم من به شما جسارت میکنم قربونتون برم هر چقدر میتونیم به من فوش بدین یا هر چی میخوایم بگین مهم اینه که یک کلمه میگم یه جوک میگم 4 نفر آدمه به نسبت شما عاقل میخندن خودت چرا میخندی من جوک میگم دهنتو ببند دیگه جوک بگو نمیگم نگو جوک بی تربیتی خب نگو جوک بی تربیتی باید بگم بخندن من اومدم تو بدی پس این بخندن الان بخوام یه جوک بی ادبی بگم تو بی خود میکنی غلط میکنی چرا مثلا حالا جوک خوب بگو جوک خوب ندارم 2 تا پسر جوون اندازه نوه من گوش بده اندازه نوه من مثلا 17-18 ساله مثلا تازه بالغ شده بودن چیز میزشون بزرگ شده بود 20 تا اینا خوشحال بودن خلاصه اینا با هم حرف میزنن میگن که ببین اگه با این اندام به این قشنگی داریم اگه رو پیشونی ما بود ما اینجوری راه میریم مثلا همه نگاه میکنن میگن این جوانان چقدر خوشگلن چقدر خوش اندامن بعد یه مدتی همدیگر رو میبینن دیگه پیر شدن این میگه که ببین اما چقدر خوب شد رو پیشونیمون نبود چرا گفت حالا که پیر شدیم هی سریمون رو تکون میدیم هی این میفته جلو چشم هی باید اینجوری میکردیم چرا میخندی؟ مگه عاقل نیستی؟ میگه اونا که میخندن عقل ندارن خب با چرا میخندی؟ آره وقتی خود ما خانوادگی زرش و بخندیم حالا سیکتیر بابا خانوادگی نه اینکه بذاریم تو چی تلفن همون تو تلفن میذاریم فیسبوک اینستاگرام